نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آیت 43 سوره مائده. در آیات قبلی الله متعال بعض خباثت های یهود ذکر کرده بود. بنو قریظه و بنو نذیر دو قبیله بود که در مدینه منوره آباد بودند. از قوم یهود بود. بنو قریظه از نگاه زورمندی یا طاقت کمزور بودند. بنو نذیر توانمندیشان خیلی زیاد بود. با وصفی که اردو عقیده به کتاب تورات داشتند و پابند همی کتاب بود، با موسی علیه السلام ایمان داشتند، اما در تطبیق عملی حکم الله متعال که در تورات بود یا او را عملی نمی کردند، بلکه تغییر حکم در کتاب خود آورده بودند. بنو نذیر امرای بنو قریظه فیصله کرده بود که اگر قتل از طرف بنو قریظه صورت بگیره، یک نفر بنو نذیر توسط یکی از افراد بنو قریظه به قتل برسه، بنو نذیر از بنو قریظه قصاص هم میگیره و دیت هم میگیره. حتی غلام بنو نذیر اگر کشته شود در مقابلش نفر آزاد بنو قریظه کشته شود. اگر زن بنو نذیر کشته شود بعد مرد بنو قریظه کشته شود، امرای دیت هم بپردازه. اما اگر قتل از طرف بنو نذیر صورت گرفته باشه، نه تنها که قصاص نشود بلکه تنها دیت بده، او را نصف دیت، پوره دیت هم نه. این موضوعی بود که اردو پابند یک کتاب بودند و یک قانون بودند، اما نظر و قدرت و زورمندی بنو نذیر اینی قسم حالات سری از وا به زور امضا کرده بود. بعد از هجرت پیامبر علیه السلام در مدینه منوره، پیغمبر علیه السلام نظر به تاکتیکی که داشت و هدفی که داشت، میخواست درگیر با اهل مدینه نباشه. یک سلسله معاهدات و قراردادها را امرای ساکنین مدینه که یهود بود امرای از وا امضا کرد. معاهدات طوری بود که پیغمبر علیه السلام قطعیت صلح را طوری امضا کرد که شما امرای ما جنگ نکنیم، ما امرای شما جنگ نمیکنیم. یک. دوم، کسی که امرای شما جنگ میکنه نه تنها که با مخالف شما یا با دشمن شما همکار میشیم، بلکه نه امرای شما کمک میکنیم که مخالف دشمن شکست بده. این معاهده پیامبر علیه السلام امرای یهود بود، خصوصا امرای بنو قریظه. بنو قریظه وقتی پیامبر علیه السلام در اونجا رسید، همینطور یک معامله قتل صورت گرفت. از طرف بنو قریظه یک کسی از بنو نذیر کشته شد. بنو نذیر نظر به قانون سابقی خود امو مطالبه را میکرد مثل که سابق بود، یعنی یک نفر خامخواه قصاص بدن و دیت هم مکمل بدن. بنو قریظه این اینجا رای مخالفت در پیش گرفت، حاضر و آماده نشد تا این معامله را قطعش چی بکنه، در سر برسانه. علت شامی بود که یا گفت که ما فیصله میکنیم و پیغمبر جدید که آمده پیش از این میریم. از طرف یهود بنو نذیر یک جماعت مقرر شده بود صرف به این خاطر که یک دفعه بره و نظری پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد، در این معامله قتل بگیره که او چی فیصله میکنه. یعنی اگر فیصله مطابق خواست از وا باشه او را عملی بسازه، اگر نیکی نباشه پنهان کده پس براین. الله متعال امیر رسوایی یهود خواسته بود که یا رسوا شوند. پیغمبر علیه السلام گفت ما فیصله به تورات میکنیم که کدام موضوع در تورات ذکر است. ابن سوریا یک عالم برجسته یهودا طلب کرد. پیغمبر علیه السلام اول از پیششون سوال کرد که در مورد فلانی شخص چی میگی، کلشان ابن سوریا را تایید کردن. بعد از او که او را طلب کرد، پیغمبر علیه السلام قسم داد که چطور از حکم در تورات او کل معامله را، قسمی که در قرآن کریم موضوع قصاص ذکر شده، مو قسم در تورات هم ذکر شده بود، امو را بیان کرد. بعد از او پیغمبر علیه السلام سوال کرد چرا اینطور کار کرده؟ گفت اینطور ما طرفداری مردمای کلان نکردیم. وقتی قتل مردمای کلان صورت میگرفت، نعوذ بالله علما برای آسان کردن حکم
چیزی را از خود میگفتن و میگفتن که از جانب الله متعال است. و وقتی که قانون سری فقیر می آمد باز اصل قانون اعلان میکردن، سری فقیر تطبیق میکرد. خلاصه سخن است که یهود با او کتابی که عقیده داشتن، عقیده سرسری یا محض نعوذ بالله زبانی بود، برای او حکمی که در کتابشان مذکور بود تسلیم نبودن. الله متعال مذمت از را بیان میکنه بدیشانه. لیکن هدایت برای دیگران هم است. اینجا پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم برای فیصله میاد، الله متعال پیامبر علیه السلام اختیار داد که فیصله میکنی یا نه. اگر فیصله کردی با شریعت خود فیصله بکن و این شریعت موافق شریعت کتاب خودشان هم است. اگر نیکی نمیکنی کاری خودیت است. این فکر نکنی که اگر تو فیصله نکنی شاید صبا در مقابل تو چیزی ضرر برسانه، خفه شوند. این ترس یا هراس و خوف برای تو موجود نباشه. الله متعال در اینجا مذمت یهود بیان میکنه که عجیب است. و کیف یحکمونک، چه قسم تو را فیصله کن مقرر میکنه. و عندهم التورات، در حالی که در پیششان کتاب تورات است، فیها حکم الله، دو حکم الله است. ثم یتولون، باز میگردن رو میگردانن، من بعد ذالک، پس از بیان کردن حکم، یعنی پس از اینکه تو فیصله بکنی بیانم بکنی یا نمیپذیره، فقط پذیرفتن در وقت آسانی حکم است. یا در فکرشان میگرده که شاید تو یک موضوع را دیگه هم آسان بکنی، اگر نه که موضوع مثل کتابشان یا از او که سختر باشه باز نمیپذیره. و ما اولئک بالمؤمنین، یا مؤمن نیستن. معلوم شدن که یا هرگز به حکم شرعی چی نیستن، پابند نیستن، بلکه فیصله را مطابق خواهش خود میخواهند. این موضوع خود در بنی اسرائیل بود که الله متعال بدی و مذمت از را بیان کرد. هشدار برای مؤمنان است، و کسانی که دعوای ازیر داره که ما به شریعت تسلیم هستیم. ما قرآن ایمان داریم، حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان داریم، لیکن وقت موضوع میره فریق مخالف نظرش معلوم میکنه که تو برو او چی نظر داره. اگر نظر موافق خودشان باشه باز دیگه او را قبول میکنه، اگر موافق خودشان نباشه میگه نه پنهان کنیشه. اکثر مردمای ما که وقت دعوا داره قطعی کسی پوت میره پیش یک عالم، موضوع را همونطور برش بیان میکنه، محض نظری از او را میگیره که شریعت در حق دعوای ما چه قسم فیصله داره. اگر فیصله به نفع خودش بود در جانب مقابل پای بند میکنه که ما تو به شریعت فیصله میکنه. ماندنیش نیست که نه 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 چیزی که شریعت میگه ما تو خالی ایمان داریم به شریعت. خب اگر نظر مخالفی ازی بود منفعتش باز یاد شریعت هم نمیاره. اگر جانب مقابلشان بگه که بیاد شریعت فیصله کنیم، نه 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 ما تو میریم در محکمه، موضوع دیگه طرف میبره. منظور آیت قرآن کریم است که هرگاه کسی به کدام کتاب عقیده داره بعد به تمام احکامش تسلیم باشه. اگر یک حکم جزئی زیر تو عقیده نکنی که این درست است، نعوذ بالله کافر میشی. اگر عقیده داری که بله این حکم هست لیکن من عمل نمیکنم، دیگه این از جمله ظالم و فاسق است که پشت سر الله متعال فیصله این قسم مردم را بیان میکنه، خودش همین حکم بیان میکنه. این موضوع خود در اونجا تیر شده، اما امروز وقت ما در معاشره خود میبینیم نظر مندازیم اینطوری مسائل یک می به صدها و به هزارها مسئله همین قسم فی الحال وجود داره. ما در جمله حقوق قرآن کریم 5 حقی که قرآن کریم داره، یک حقش همیست که ایمان تفصیلی بالای قرآن کریم داشته باشیم. ایمان تفصیلی ایمانا به هر حکم جزئی قرآن کریم انسان عقیده داشته باشه. اگر کل مسائل دین تکمیل کنی تنها یک حکم قرآن کریمه عقیده نکنی، نعوذ بالله کافر شمرده میشی، هم اعمال نیکت برباد است. اون روز ما و شما خواندیم زمانی که محرم کسی که در حج احرام بسته یا در عمره و خود حلال بسازه، شکار کردن برایشان چیست؟ مباح است. یک آدم میگه نه یک جاندار کشتنش نارواست، قرآن گفته مباح است، من این قبول ندارم. ولو که نماز بخونه، حج بکنه، زکات بده، شو تا صبح عبادت بکنه، روزه بگیره، به نزد الله مسلمان نیستی، کافر است. چرا؟ در مقابل یک حکم قرآن کریم عقیده نداره، منکر است. آلی یکی انکار است حکم الله است که عقیده نداشتن است، یکی عقیده داره که حکم الله است
تسلیم هم است که من قبول دارم اما عملی نمیکنم. دیگه این دو مسئله در بین خود زمین و آسمان واره فرق داره. عدم عقیده موجب کفر است و عدم عمل موجب کفر نیست. در جمله احکام الله متعال غیر از نماز، که نماز اگر کسی به طریق دوام ترک بکنه موجب کفر است. چرا؟ نظر به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر یک شخصی را دیده که در عمر نماز نخوانده، زنش طلاق است، خودش کافر است، در مقبره مسلمانات دفن نمیشه قطعا. که با تاسف امروز در کابل به هزارها نفر می رقم داره. تا وقتی که زن آورده زنش قسم میخوره که تالی رمه در نماز ندیده. چرا تو برش نشسته هستی؟ تو چطور؟ آیا با مسلمان نکاح کردی یا با کافر مشرک؟ نعوذ بالله. این خود کافر است که در کل عمر تو را توی کرده، یا 3 سال یا 2 سال یا 1 سال از تویت بر آمده. باز بر علاوه ایران میگه که نه مولوی صاحب روزه هم نمیگیره، شراب هم میخوره. خب عجیب است، تو خرابش میشی. یا همین قسم زن آورده به 1 سال نماز نخوانده، این شوهر قطش این زنش است. الله متعالی حکم بیان میکنه. چرا؟ اسلام به نمیگه پاست. اسلام تنها این نماز خواندن نه، اسلام نمیگه. اسلام مجموعه احکام الله متعال است که به کلش تسلیم باشی. اگر یک حکم مخالفت بیاید اسلام از بین میره. از همون خاطر نواقض اسلام کتاب است، الحمدلله آلی چاپ هم شده، ما چاپ کردیم. این بسیار ضروری است به هر مسلمان که او را مطالعه بکنه، بفهمه که ایمانی ما کی میده میشه، کی از بین میره، حکم ما در کدام سرحد میرسه. از او خاطر انسان احتیاط بکنه کسایی که اینطور کارا را میکنه. پس یکی نفی عقیده است که عقیده نداره، یکی نفی عمل است. نفی عمل موجب کفر نیست. با تاسف که یک تعداد از مردمای ما، خصوصا جوانایی که او قدر مطالعه عمیق نداره، محض 4 روز ده 4 درس حدیث نشسته یا حدیث در ظاهر خوانده، حکم کفر سری کل لگانده رویست. چرا؟ و من قرآن میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که فیصله به حکم الله نمیکنه او کافر است. این آیات قرآن کریم تو تشریحش خوب نمیفهمی. رئیس المفسرین ابن عباس رضی الله عنه او تشریحش خوب میفهمه. تو به ظاهر یک دفعه مراجعه به فهم سلف بکو. دین به برداشت سلف باید به مردم بیان کنی، به برداشت خود بیان نکو که خود تباه میکنی. امروز مطلقی کسی که در افغانستان زندگی میکنه او را کافر میگه. چرا؟ میگه یا ایسته که حکم با ما انزل الله حکم نمیشه، یا ایسته که ما خودی ما راضی استیم قرار چوب نشستیم، پس کلی ما کافر هستیم نعوذ بالله. فتوای کفر خودشان میده، حالان که آیات قرآن کریم مقصدش درک کرده نمیتونه. عدم عقیده یک چیز است، عدم عمل دیگه چیز است. یکی عقیده نداشتن به یک حکم قرآن است، کفر است. ایدنا حکم، اگر یک زن بخیزه بگویه که الله مرا حجاب حکم کرده من قبول ندارم، کافر است. الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرست هستند، کلان هستند، مدیریت در دست ازواج قرآن تعیین کرده. یک زن بگویه من قبول ندارم، کافر است. یک مرد بگویه که الله مرا سرپرست مقرر کرده من این سرپرستی را قبول ندارم، الله حکم غلطه کرده، نعوذ بالله، این کافر است. چرا؟ عقیده در مورد ادناترین حکم قرآن کریم عقیده نداشتن سبب کفر است. از او خاطر در این آیت هشداری بزرگ برای مسلمان است که انسان منافع شخصی را در نظر نگیره که در کدام جای منفعت شخصی بود اونجا شریعت فیصله کن مقرر میکنی، معامله تا به شریعت حواله میکنی. اما در جایی که نقصت باشه، تاوان سری تو میاد، باز پشت شریعت نمیگردی، معلوم شد که محور ایمانی تو منافع شخصی است، نه تسلیمی به احکام الله متعال. فرق در بین منافق و مؤمن نمیسته. مؤمن همیشه محور ایمان و اسلامش اطاعت الله است. خلاص الله چیزی فرمان داده ولو که به نفعش است یا به نقصش است، او را تسلیم میشه. منافق منفعت خود دیده، هر حکمی که مطابق منفعتش است میپذیره، که نباشه نمیپذیره. الله بدی یهود هم از همین خاطر بیان میکنه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. این همین معامله است. قرآن کریم در این جمهور گفته بود که چه قسم، یعنی خیلی جای تعجب است. و کیف یحکمونک، چه قسم تو را فیصله کن مقرر میکنه. و عندهم التورات، و بنزدشان تورات است، کتاب الله، فیها حکم الله، که در او حکم الله متعال واضح برملاست. معامله قتل قصاصی برابر است، در کدام زیادت کمی نیست مثل که یا ایجاد کرده. ثم یتولون بعد ذرو میگردانند من بعد ذالک، پس از بیان حکم. از توم که سوال بکنه که در مورد
قتل تو که کدام حکم شریعت بیان میکنی اونم باز نمیپذیره. و ما اولئک بالمؤمنین، نیست این مردم مؤمن. چرا؟ مؤمن کسی است که به حکم الله تسلیم است، قانون دیگر را سر حکم الله ترجیح نمیده، بلکه حکم الله را سر قانون خود ترجیح میده. او یا مؤمن نیست. چرا؟ به خاطر که یا عقیده به حکم الله ندارن، تلاش میکنه حکم خود بالا بسازه. انا انزلنا تورات فیها هدى و نور، یقینا ما نازل کردیم تورات فیها که در این کتاب تورات هدن برنامه هدایت است، یعنی بیان احکام و شریعت است، و نور روشنی است، یعنی توحید و عقیده، مسائل عقیدتی هم مکمل خوب بیان شده، سری مردم اشتباه قطعا باقی نمانده. هم احکام عملی وجود داره و هم مسائل عقیدوی. پس لایق بود که اهل کتاب یهود توسط این کتاب به مرحله می رسیدن که یا سرکرده مردم میشد، پیشتاز مردم، معلمین مردم میشد، اما یا کتاب الله را به باد مسخره گرفتن، تغییرات در احکامش آوردن، در لفظ تغییر آوردن، در معنایش تغییر آوردن. کسی که مسئولیت حفاظت در داشت و این کتاب مسئولیت خود ادا نکرد. یک مانا این انزلنا تورات، یقینا ما روان کردیم تورات که منهج حیات و زندگیشان است، شریعت همه گپاد او است. فیها هدن که در اونجا هدایت عقاید درست است، دیگه تشریح و نور وضاحت احکام عملی هم شده. برعکس ترجمه کردن، پیشتر هدن گرفته بودیم احکام شریعت، احکام عملی، نور گرفته بودیم مسائل عقیدوی. چرا؟ این روشنی میده، قلب انسان روشن میسازه. آل هدن یعنی راهنمایی به سوی عقاید درست، و نور روشنی احکام عملی خیلی با وضاحت ذکر شده است. دیگه ترجمه دیگه این انزلنا تورات، یقینا ما روان کردیم تورات فی هذه تورات هدن بیان عقاید و اعمال حق است، و نور دفع شبهات و ذکر دلایل است. اینطور نیست که یک چیزی ذکر شده دلیلش نه، یا کدام شبهه وارد شده جوابش نه، مکمل موجود است. پس هیچ نوع بهانه و عذر برای یهود وجود نداره که این طرف خود بکنه که ما را گم کردیم یا ما در تاریکی قرار داریم. یحکم به النبیون، فیصله میکنه توسط همین کتاب تورات النبیون، پیغمبران بنی اسرائیل. اصل روان کردن تورات و کتابای آسمانی همین مقصدش است. کتابای آسمانی محض برای ختم تراویح نامده، برای اسقاط نامده، کتابای الله آمده که توسط کتاب الله فیصله شود. هم در محاکم، هم در زندگی انسانی. در محاکم قاضی فیصله میکنه، در زندگی فردی هر کس سری خود حکم الله را، حکم قرآن سری خود باید حاکم بگردانه، فیصله کنه. کتاب الله به این خاطر آمده، کتاب الله برای حکم کردن آمده. پادشاه حکم به کتاب الله میکنه، قاضی حکم به کتاب الله میکنه، یک سرپرست خانم حکم به کتاب الله میکنه، هر فرد حکم به کتاب الله میکنه. نفس خود در مقابل کتاب الله قرار میده، کتاب الله را حاکم میگردانه که چه قسم فیصله سرش میکنه. صحابه می مطلب درک کرده بودن. زنا صورت میگرفت خودشان میآمد، پیامبر علیه السلام میگفت ما را پاک کن. چرا؟ خدا در این حکم قرآن تسلیم میکردن، میگفتن ما عقیده داریم، قرآن ما را گفته که اینطور جزا برش داده شما، ما باید به جزا خود تسلیم بکنیم. کتابای الله اینی مقصدش است. از او خاطر قرآن میگه یحکم به النبیون، فیصله میکرد توسط یمی تورات النبیون، پیغمبران بنی اسرائیل، الذین و مردم اسلموا که خود فرمان برداری الله قرار داده بودن، یعنی مطابق با کتاب الله خود تسلیم کرده بودن. للذین هادو، حکم برای کی بود؟ برای یهود، برای کسانی که هادو یهود بودن. اینا برای یهود فیصله کتاب الله را تورات میکردن، امی انبیاء علیهم السلام علی السویه، چیزی که در کتاب آمده بود. و الربانیون، مردمای الله پرستم فیصله به می کتاب میکرد تورات، و الاحبار و علمایشان هم فیصله به می کتاب میکرد. چرا؟ بما استحفظوا من کتاب الله، به سبب ازی که از طلب حفاظت کرده شده بود. من کتاب الله، از کتاب الله، یعنی حفاظت عملی کردن این کتاب در دوش شما مسئولیت شماست. ربانیون و احبار کلشان مسئول حفاظت عملی کتابشان بود که باید یا عملی کنن و نگاه کنن.
و کانوا علیه شهدا بود بالای همه کتاب، یعنی بالای عملی کردن شهدا بالکل نگران مراقب بودن که کی فیصله نمیکنه او را دستی جزا میدادن بعد فیصله بکنه. یک مانا و کانوا بودن امیر ربانیون و احبار علیه بالای تعلیم همین کتاب، شهدا هم معلمین بودن به مردم تعلیم میدادن که فیصله بکنه. اینی قسم الله میگه فلا تخشوا الناس، در عملی کردن حکم الله از کسی از مخلوق نترسید. ای علما و امرا، شما خود سرپرست بودید، مسئولیت در شما سپرده شده بود. واخشونی، از ما بترسی که عمل کردن به کتاب الله را ترک نکنی. ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، نگیری به کتمان احکام ما و پنهان کردن احکام ما یا به نه عملی کردن احکام ما ثمنا قلیلا، قیمت بیارزشی دنیوی را او چیزا را نگیری. و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که فیصله نمیکنه به آن چیزی که الله نازل کرده و حکم غیر شرعی را ترجیح میده بالای حکم شرعی، حکم شرعی را عقیده نداره فاولئک هم الکافرون، اینمی مردم ها کفار است. چرا؟ به خاطر که انکار میکنه از حکم الله. در اینجا سه موضوع را الله متعال مکمل بیان میکنه، مسئله تورات، انجیل، قرآن کریم. و در سه کتاب کسی فیصله نمیکنه الله حکمش بیان کرده. کتابای الله اصل مقصد روان کردنش نمیست. فیصله کن از فیصله، نزاع اختلافی که موجود است کتابای الله فیصله میکنه. پیش کنیم که نه موضوع خدا اختلاف داریم، بیا شیعه و سنی اختلاف داره. چرا اختلاف داره؟ کتاب الله خو کتاب الله است. کلگی ما عقیده داریم که تغییر هم نمیخوره. بیا دیگه چیزی که کتاب الله بیان میکنه حقیقت واضح و روشن است، دیگه پنهان بودن نیست. دیگه فیصله بکنیم اختلاف مرفوع است. اگر واقعا به کتاب الله تسلیم باشیم هر نوع نزاع حل میشه. پیش ما شما خواندیم و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله، و سوی الله این رد کرده شود. قرآن چیزی فیصله بکنه، گپ احمد و محمود قابل اعتبار نیست، گپ علما قابل اعتبار نیست، گپ اشخاص قابل اعتبار نیست. گپ ایست کیست؟ گپی که سند داره از کتاب الله، گپی که پشتیوانه داره از کتاب الله، گپی که پشتیوانه از حدیث پیامبر داره، اونو معتبر است. امروز ملت ما آنقدر در تاریکی قرار داره نمیفهمه. ملاهارش اشخاص پرستی شروع شده، شخصیت پرستی. شوافی امام شافعی رحمه الله پرستش میکنه، مالکی امام مالک رحمه الله شخصیشه. نمیگه که سخن زیر من به این خاطر قبول میکنم که مستند به قرآن حدیث است، اگر کدام سخنش سند از قرآن حدیث نداشت این قبول نمیکنم. میگه گپ نمیزنه. امروز از عوام گله نیست، علمای ما بیچاره همینقدر گپ تشخیص نمیتونه. نمیگه که من چرا امام ابو حنیفه رحمه الله گپش میپذیرم، به خاطری که از قرآن حدیث میگه که کدام گپش خلاف قرآن حدیث بود باز بپذیرم. نه، باز میرم پشت دلیل. آسان گپ است. به این سیستم که وقتی ما تابعداری دلیل میکنیم و دلیل از دهن 100 عالم میبره، 1000 عالم میبره، 1000 عالم ما پیروی میکنیم. هر کسی که دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله میگه بس قابل قبول است. دلیل میگه ما تابع دلیل هستیم، دین اینه میره میگه، اسلام اینه میره میگه، به الله قسم راه دیگری نیست. امروز مردم خدا به دستان اعوذ بالله در جهنم میبره صرف به خاطر شخص پرستی، تنظیم پرستی، گروه نام طایفیت حنفی شد، بس دیگه مردم کلش کافر بگو، خدا در جنت تکت گرفته برو. مذهب حنفی را وحی آسمانی میدانی، مذهب شافعی را وحی آسمانی، هر طایفه هر دل مذهب خدا وحی آسمانی دانسته، دیگران را کلش چی میگه؟ باطل اعلان میکنه. چرا باطل میگه؟ ما تابع دلیل هستیم، قرآن و حدیث که قطعی کسی باشه او حق است و ما باید بپذیریم.